The Taliban governance has failed. حکومتداری طالبان در قبال مردم افغانستان ناکام بوده است. مدل حکومتداری طراحی شده توسط طالبان و برای طالبان هیچ گونه پاسخگویی در برابر مردمی که ادعای حکومت بر آنان را دارند ندارد. فساد، سوء استفاده از قدرت و تمرکز ثروت در دست حلقه محدود به خوبی مستندسازی شده است. در این حال منابع معدنی افغانستان بدون شفافیت و نظارت عمومی استخراج می شوند. طالبان به طور مداوم خواستهای مردم افغانستان و درخواستهای مکرر جامعه جهانی را نادیده گرفتند. افغانستان به یک نظام مشروع، پاسخگو و مبتنی بر قانون نیاز دارد که مشروعیت خود را از رضایت مردم کسب کند و منافع ملی را در خدمت منافع همه شهروندان قرار دهد. حذف و تبعیض سیستماتیک افغانستان را بیش از پیش منزوی ساخته است. امسال پنجمین سال متوالی است که دختران افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محرومند. زنان از زندگی عمومی حذف شدند، فضای جامعه مدنی محدود گردیده و رسانه‌های مستقل با سانسور مواجه هستند. طالبان این تبعیض را از طریق قوانین جدید نیز نهادی نکردند. قوانینی که پاسخگویی در برابر خشونت خانوادگی را محدود ساخته و ازدواج کودکان را تحت عنوان رضایت خاموش مجاز می‌دانند. این اقدامات موقتی نیستند، بلکه تلاش‌های آگاهانه و سیستماتیک برای حذف نیمی از جامعه از عرصه عمومی هستند. رویکردی که هیچ مبنای در اصول واقعی اسلام و یا تاریخ و سنت‌های افغانستان ندارد. ما همچنان عمیقاً نگران گزارش‌های مستند و تایید شده درباره بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسی، ازدواج‌های اجباری، انتقام جویی‌های هدفمند و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر هستیم، به ویژه علیه زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی پیشین و کارکنان رسانه‌ها. ضرورت در کنار سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های منطقه‌ای، کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید نقش فعالتر ایفا کنند و طالبان روشن سازند که این سیاست‌های سختگیرانه نه تنها آینده افغانستان را تهدید می‌کند، بلکه به وجهه اسلام در سطح جهانی نیز آسیب می‌رساند. بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران باید همچنان یک اولویت غیر قابل مذاکره برای جامعه جهانی باقی بماند. همچنین سازوکارهای نظارت گزارشدهی و پاسخگویی باید تقویت و به طور مؤثر برای پایان دادن به معافیت از مجازات مورد استفاده قرار گیرد. عادی‌سازی وضعیت کنونی نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع صلح و امنیت بین المللی. تعامل بدون نتایج ملموس و امتیازدهی بدون تغییر رفتار نه حکومتداری را بهبود بخشیده، نه حقوق بشر را و نه مشارکت سیاسی را. عادی‌سازی، حذف سیستماتیک و سرکوب سیاسی ثبات به ارمغان نخواهد آورد. پیام‌های متناقض و رویکردهای ناسازگار تنها موجب تداوم بنبست کنونی و جسورتر شدن طالبان شده است. ضرورت شورای امنیت باید رویکرد قوی‌تر، هماهنگ‌تر و منسجم‌تر اتخاذ کند. پیام باید روشن و ثابت باشد. هیچ راه برای مشروعیت یافتن یا ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی بدون احترام کامل به حقوق بشر، حقوق زنان، حکومتداری فراگیر و تعهدات بین المللی وجود ندارد. افزایش ناامنی و خطر تبدیل دوباره افغانستان به بستر برای افراط‌گرایی و تروریسم. نبود جنگ نباید با وجود صلح واقعی اشتباه گرفته شود. صلح واقعی زمان وجود دارد که دختران و پسران به طور برابر به آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند. زنان بتوانند به طور کامل و معنادار در جامعه مشارکت کنند و همه شهروندان بدون ترس و تبعیض از حقوق و آزادی‌های اساسی خود برخوردار باشند. مردم مجبور به مقاومت مسلحانه نشوند. قتل‌های هدفمند اعضای جوامع شیعه و هزاره در اماکن عمومی از جمله در ولسوالی انجیل ولایت هرات همراه با مرگ‌های مشکوک غیر نظامیان، گروگانگیری‌ها و کشته شدن یک کارمند زن سازمان ملل بازتاب دهنده صلح و امنیت واقعی در افغانستان نیست.
علاوه بر این گسترش مداوم مدارس جهادی و حضور مستمر گروه های تروریستی بین المللی که در گزارش های پی در پی سازمان ملل تایید شده است نگرانی های جدی برای مردم افغانستان، منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرده است. سیاست های طالبان و روابط مداوم آنها با گروه های تروریستی در گذشته مردم افغانستان را به خطر و همچنان اکنون نیز چنین میکنند. این وضعیت تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی نیز به شمار می رود. افزایش اخیر درگیری ها میان پاکستان و طالبان بعد خطرناک جدید به بحران افغانستان افزوده و تلفات قابل توجه به غیر نظامیان وارد کرده است. در پایان از شورای امنیت میخواهم موضع قوی، متحد و ثابت حفظ کند. هیچ راه به سوی مشروعیت، ثبات و ادغام مجدد در جامعه جهانی بدون احترام به حقوق بشر، حکومتداری فراگیر و حقوق بین الملل وجود ندارد. تعامل با طالبان باید اصول محور و مشروط به پیشرفت‌های قابل اندازه‌گیری و قابل راستی آزمایی باشد. تمام زینفان به ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای همکاری اسلامی مسئولیت ویژه‌ای دارند تا این پیام را بر روشنی به طالبان منتقل کنند. سازوکارهای پاسخگویی باید برای پایان دادن به معافیت از مجازات مورد استفاده قرار گیرند و مقابله مؤثر با تروریسم و افراطگرایی در نهایت مستلزم وجود حکومت مشروع و پاسخگو در افغانستان است. مردم افغانستان عامل این بحران نیستند، آنان قربانیان آن هستند. آنان کشور می‌خواهند که در آن دختران بتوانند به مکتب بروند، جوانان با امید به آینده بنگرند، زنان آزادانه زندگی و کار کنند و حکومت مشروعیت خود را از رأی مردم کسب نماید. کمک به تحقق این آینده باید همچنان مسئولیت مشترک همه ما باقی بماند. تمام این واقعیت ها ما را به نتیجه گیری اجتناب ناپذیر می رساند. در اساس بحران افغانستان همچنان یک بحران پیچیده سیاسی است. کمک های بشردوستانه و اقتصادی برای کاهش رنج مردم ضروری اند، اما نمی تواند جایگزین یک راه حل سیاسی پایدار شوند. بدون یک روند سیاسی معتبر خطر سوق یافتن افغانستان به سوی جنگ های داخلی وجود دارد. ما همچنان از نقش محوری سازمان ملل متحد، اجرای قطعنامه 27-21 شورای امنیت و تلاش ها برای پیشبرد یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و به مالکیت افغان ها که به یک نظام مشروع، نماینده و پاسخگو منجر شود حمایت میکنیم. در این راستا نقش یونما در تسهیل چنین روند مطابق با مأموریت خود و تضمین مشارکت معنادار همه طرف ها معتبر و ذی‌ربط حیاتی است. همزمان با ادامه مذاکرات درباره تمدید مأموریت یونما، ما بر حمایت خود از حفظ یک مأموریت قوی، متوازن و مؤثر تأکید میکنیم. همچنان بر اهمیت تعیین به موقع یک نماینده ویژه واجد شرایط سرمنشی سازمان ملل متحد تأکید داریم. شخصی که شناخت عمیق از افغانستان داشته باشد، به بی‌طرفی، حقوق بشر و حل منازعات متعهد باشد و بتواند روند سیاسی جامع را برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان پیش ببرد.